و مادر در دوران پیرسالیش با کسل روحی گرفتار شد. هر روز که ای کار می اومد خانمش سری رهش می گرفت، می گفت این مادری من شرمنده کرده است. در خد کوچه می برایه، همسایه را حقارت می نه، سرشلیج می نه، کرتش می براره، تمام و شرمنده کرده است. بردارمو بلیسه کسل روحی بسپارش بیا. این انسان میگو که با من مادرای شخیل من این مادر را میبرم در بلیسه روحی میسپارم میام در پیش یه همسایه خیلی سرم بلند میکنم. یک هفته این کار دوام کرد دیگه اوزدن خدی شوهرش گپ نزد که اگر همین کار نکنی من میبرا میرم از خونه تو. به خاطر رضایت همسر یک شب مادر از بس که کسل بود ای خانهش برآمده بود به قریبی همون بالکن رفت که همسرش گفت بسیار حالت مناسب خوبه، بیا بزنش تیله اینجا برادر ته بزنه. میگم